سلام دوستان، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. با آموزش بافتنی در خدمت شما عزیزان هستم. امروز تصمیم دارم سر انداختن، ساده بافی و کش باف رو بهتون آموزش بدم، چون ممکنه عزیزانی باشن که هیچ زمینه‌ای از بافتنی نداشته باشن و بخوان بافتنی رو از پایه آموزشش رو ببینن. به این دلیل من با شروع سر انداختن آموزشم رو شروع میکنم. برای سر انداختن نخمون رو تا یه حدودی دولا میکنیم، انگشت شست و اشاره رو داخل نخ قرار میدیم، از اینجا نخ رو میگیریم و یه دونه ایجاد میکنیم. من مجدد این کار رو انجام میدم خدمت شما. انگشت شست و اشاره رو داخل نخ قرار میدیم، این نخ رو اینجا میگیریم و نخ رو سفت میکنیم. این میشه اولین دونه که ما برای سر انداختن